اینجا دهه نوآباد ناحیه جامی در ختلان است. نوارها را کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان برداشته است تا مقیاس فلاکت، ضرر به خانه‌های مردم و کشتزارها را معلوم کند. بر طبق حساب‌های اولیه تقریباً 100 گکتار کشتزار نابود شده است، 10 نفر بی‌خانه و درماندند. از خود این مقامات می‌شنویم که طبیعت که این دهه سبز را خراب کرد و ساکنان خانه‌های ویران شده و خطرناک کجایند. санаи 8 майи соли 2021 дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ҷамоат деҳоти Ифтихор деҳаи Навобод фуруравӣ ба амал омад, ки дар натиҷа 15 хонаи иstiqоматӣ хароб шуданд. Аҳолӣ ва чорвое ки аҳолӣ дошт ба минтақаи бехавф кушонданд. آنهایی که خانه‌هایشان در یک لحظه از بین رفت در صحن حولی مکتب 50 در دیها در این خیمه ها زندگی میکنند. زمین از همه پیشتر خانه میر آلیموف را فرو برد. شکر میگوید که هیچ کس در فلاکت آسیب ندیده است. نمیدونم خیلی برام ما همه چیز برده، یکم چما بخواب کاری نیست. چقدر ضرر دیده؟ ضرر کردیم 5 اویل ضرر دیدیم. 5 اویل چقدر که همه مایده چایده بود همه رفت. یکم چما بخواب کاری نیست. بلا ناگهانی و نیمه شب به سر ساکنان نوآباد آمد. در اینجا آنها نیز زندگی میکنند که ممکن است خانه‌هایشان به زودی فرو رود. این ساعت 3 بود چون شام بده که فهمیدم نمیتونیم یک کلمه با سر میرم. خانه شما سوزه؟ خاله میره و این اندکتر میره و نزدیک شده. با گفته بعضی از مردم آسیب دیده، مقامات وعده دادند در برقرار ساختن خانه‌ها به آنها کمک میرسانند. وعده باشید که همه جایی که مثلا همه آدمایی که ضرر دیدن همه امر خانه میتونن چی میتونن مثلا مثل قدیم زندگیشون رفتن میگردن. حالا این سوال مطرح است که چرا مقامات رسمی به مردم در جای برای خانه سازی زمین دادند که عاقبتش چنین ویرانی است. مقامات میگویند تحقیق نشان میدهد که چرا چنین جای همواره به ویرانه تبدیل شد. сабаби лағжиш ин асосӣ ҳамин эрозияи худи замин аст ва фуруравии замин ба амал омадагӣ аст. сабабҳоша аз тарафи геодезии ҷумҳурӣ муайян менамоянд ва пешниҳод мекунанд ба ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод карда мешавад. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است و از سال 1992 تا سال 2020 آبخیزی، سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب رسانیده است و اقتصاد کشور تقریباً 2 میلیارد دلار ضرر دیده است.